یک شاعر و طنز پرداز. دعوت کنم از جناب آقای نیما دهقانی تشریف بیارن. سلام. والا یه فرقی داره من اومدم بالا، یعنی دو تا فرق داره. یکی اینکه اینجا همه آدمایی که اصلا جدی ام، بعدم خیلی اصرارن آقای خاتمی بیاد، ولی نه من جدی ام نه اصراری دارم آقای خاتمی بیاد. بعد حالا دلایلتونم بگین. حالا طی نامه‌ای که بله خواهش میکنم. یه سری از طنزنویسا جمع شدن، یه سری نامه برای آقای خاتمی نوشتن که البته طنز بود و یه نامه منظومی هم هست که حالا من میخوام، تو گفتن کوتاه بخونم، من یه بیت در میون جام. سلام آقا محمد، با ارادت و عرض احترام از روی عادت، به رسم خوب ایام رفاقت نوشتم نامه تا گیرم سراغت. گمانم برده ای ما را زیادت، منم کبلا مرادو از ولایت. چه ایام خوشی با هم سپردیم، چه بحث و گفتمان هایی که کردیم. حدوداً دوم خرداد بودا، دل مردم ز غم آزاد بودا. مثل برق و مثل طوفان گذشتا، به یادت هست که 78 کجایی مشتی اینجا جات خالی است. بدون تو ده صلح و صفا نیست. به این شدت که نه، اما خدایی محمد خاتمی جدا کجایی؟ همه اینجا سلامی میرسانند، اگرچه اکثرا چندیست خوابند، ولی شکر خدا این کت خداه، میگن قلبش طلاست دستش شفاه. اصلا دست روی هر چی که میذاره طلا میشه ستود، ردخور نداره. خدا مرگم بده کافر شدم باز، چرا این گونه شد این نامه آغاز؟ به قول شاعر رند نظرباز، بدون نام او کی نامه شد باز؟ به نام حضرت باری تعالی، بدین صورت شروع شد نامه حالا. محمد خاتمی حالت چطوره؟ بگو دانم که احوالت چطوره؟ هنوز کیفت به کوک شاد جونت؟ هنوز سبز سرت سرخ زبونت؟ دماغت چاق اوضاعت خوب سید؟ هنوز جنس عبات مرغوب سید؟ هنوزم بی جهت میخندی یا نه؟ به نافت گفتمان میبندی یا نه؟ هنوزم طالب اصلاح هستی؟ به قول کت خدا گمراه هستی؟ اگر از حال ماها هم بخواهی، سلامت شادمانی رو به راهی. تمام مردم ده خوبند، زنان مثل قدیم در رفت و روبند و مردان مثل سابق گرم کارند، نه معتادند و نه دیگر خمارند. جوانای ده پایین و بالا همه دنبال تحصیلند به مولا. نه ماهواره نه علافی نه هیزی، نه کوکائین نه شیشه نه مریضی. از اون روزی که رفتی از ده ما، از این رو شد به اون رو کل اوضاع. خلاصه از جلو از پشت بالا به ما خوب میرسن الحمدلله. کریم اغلی که گاو شیر میداد، همون که سهم آب و زیر میداد. درست شد وام تعمیرات خونش، جوادم زن گرفته نوش جونش. خودت دیدی که ده چی بود چی شد، زن اوستا غلامم ساکشنی شد. میگن جراحی کرد 79 بار، حالا باید ببینیش روم به دیوار. پس از یک دوره فعل و انفعالات، هزار الله اکبر از کمالات. تمام گاوها بزغاله ها خوب، عموها عمه ها و خاله ها خوب. مراتع سبز شالی ها به سامان، هوا عالی بهاری ناز مامان. همه خوشحال و شادیم و غمی نیست. دیگر بحث حضور خاتمی چیست؟ میگم راستی رضاتون چونه سید؟ هنوزم درساشو میخونه سید؟ میخواست دکتر بشه از اون قدیما، تهش شد یا که زاید زیر درسا. نوشتی توی آن دستخط پیشی میخواد دکتر شه، میگفتی نمیشی. یه دانشگاه زده آکسفورد اینجا که مدرک میده مفتی 10 تا 10 تا. یه دانشگاه زده آکسفورد اینجا که مدرک میده مفتی 10 تا 10 تا. به زیرک ها، به دانشجوی باهوش. مگه کردان نیومد؟ خب اونم روش. رفیقت بود که یک ذره توپل بود، مشاور بود اگرچه عقل کل بود. سلام آقای رفیقت بود که یک ذره توپل بود، مشاور بود اگرچه عقل کل بود. دماغش چاق فول گیگابایتش، هنوز چیز مینویسه توی سایتش. فرامرز بچه مشعصغر آقا براش کامنت میذاره روزی 100 تا. آقا پهنای باند ما کلفته، وزیر ارتباطات اینو گفته. اصولا قطر پارتی مثل بانده، اینو بیبی توی روزنامه خوانده. خدا قوت بگو به این رئیسا، چه حالی داد به این وبلاگ نویسا. پروکسی و موروکسی ما نداریم، صدا داریم ولی سیما نداریم.
همه چی اینورا آزاد و مفته. اینم بیبی توی اخبار شناخته. رسیور این طرفا هم حلاله. عربست اینوری سمت شمال. میگن ارزونی بی سابقه استین، انیشتین خدا یا نابغه استین. به دنیا رنگ نو پاشیده ایشان، به جبر قافیه ایشان. اصلا دنیا به یکو زیر و رو شد. شنیدی بوش چطور بی آبرو شد؟ شنیدی که روابط گشت عالی، نمونش بورکینافاسو سومالی؟ شنیدی خوب شده دنیا با هامون، میارن دسته دسته گل برامون. شنیدی چیزی از سرهای تازه؟ شنیدی شب نخوابیده درازه؟ جلو قاچاق خشخاشو گرفتن. شنیدی کله و باشو گرفتن؟ خدا خیرش بده، ما که رضاییم، نباشه دست جمعی کله پاییم. ز وضع قوت گر خواهی بدانی، پریم تا خرخره از شادمان. اگر یک دو نفر هم شکوه دارند، از آن مزدورهای جیره خارند. ملالی نیست اینجا طبق آمار، به جز دوری تو آن هم نبسیار. سر سفره که هم نان هست هم نفت. به ما چه کی اومد کی بود کی رفت. برنج و نان و گندم هست کافی. میگم راستی تو هم با قالیبافی؟ ببینم توی دوری از ریاست خبرهای شنیدی از سیاست؟ شنیدی گنجی و آزاد کردن، به شدت مردم رو ارشاد کردن؟ شنیدی توی دانشگاه زنجان؟ شنیدی چیزی از الهام و رادان؟ شنیدی برج میلاد و فروختن؟ شنیدی میشه چند تایی گرفت زن؟ شنیدی هی وزیر میاد و میره؟ دموکراسی همینه، ناگزیره. خلاصه وضع ما که بی‌مثال است. گرانی چی؟ تورم نه، محال است. برنج آنجا کیلوی خون باباست، برو سید اینم از اون جواباست. برنج اینجا نهایت 100 تومان است. مرامی بهترین جای جهان است. خیار و سیب زمینی مفت است، همانطوری که در آمار گفته است. تورم 1-2% رشد کرده، گرانی سوی مردم پشت کرده. تساهل معنی تازه گرفته، نمونش قافیه در مصرع فوق. یه وقت تموم شد فرصت بنده، ولیکن حکایت همچنان باقی است عمرن. خلاصه میکنم ای خاتمی جان، ببین من چه خوشم، هی جانمی جان. همه خوشحال و شادیم و غمی نیست، نیازی به حضور خاتمی نیست. به جان تو خوشیم بسیار سید، حالا میخوای بیای چیکار سید؟ برو هر جا که حال کردی سفر کن، اصولا فکر ده از سر به در کن. برو ایتالیا، قسطنطنیه، ولایت را 2 در کن، کی به کیه؟ فقط رفتی اگر از این بیابان، سلامم را رسان لطفاً به باران. شکوفه هم اگر دیدی چه بهتر، نشد دریا سحر سارا صنوبر. دست شما درد نکنه جناب آقای دهقانی عزیز. بله اینم غیر از دعوت، یعنی دعوت نبود مثلا.